میزان اندیشه. تحلیل و بررسی موضوعهای داغ روز از دیدگاه کارشناسان ساحه. میزان اندیشه، برنامه تحلیلی در رادیوی فرهنگ با زیورشاهی اکتمشاه. درود سامیان ارجمند رادیوی فرهنگ. در برنامه نوبتی میزان اندیشه موضوع صحبت ما دایر به تغییریابی اقلیم، آبشوی با سرعت پیریخ‌ها و تاثیر انسانیت به طبیعت می باشد. متوجه باشید. سالهای اخیر مسئله تغییریابی اقلیم به مشکلات جهانی تبدیل یافته، توجه اهل بشر به آن افزون می گردد. این روند باعث آبشوی پیریخ‌ها، بلند شدن سطح آب دریاها، آمدن سیل و بیشتر از همه نورسایی آب تازه آشامیدنی گردیده است. از این خاطر دقت جامعه جهان علل خصوص رهبران سطح عالی کشورها برای پیشگیری آن زیاد گردیده، از جانب ایشان تدبیرهای قطعی اندیشیده می شود. ذکر کردن به مورد است که حکومت جمهوری تاجیکستان نیز در ردیف دیگر دولت‌ها جهت حل مشکلات اکولوژی و تغییریابی اقلیم فعالانه اشتراک نموده یک قطار کنونسیاهای بین المللی سازمان ملل متحد را در ساحه حفظ محیط زیست علل خصوص استفاده عاقلانه هوای اتمسفری و تغییریابی اقلیم برای عملی نمودن آن برنامه‌های ملی و استراتژی‌ها تهیه کرده است. معاون سردار مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کمالالدین نظرزاده که در سمت مذکور تجربه غنی دارد اندیشه‌هایش را پیرامون این مسئله چنین گفت. از سال 2022 قبل کنیم از اول ماه ینور تا این جانب تنها در سمت مانیتورینگ ذخیره برف کارها برآمد. ما متخصصان مرکز یخشناسی و زیرساختارهای اگنتی در تمام منطقه جمهوری تاجیکستان یک چند مرحله‌های با قطعگیری ذخیره برف یعنی مانیتورینگ ذخیره برف را عملی نمودن. یکی از این نمودهای در استانسیاهایی که در تمام جمهوری تاجیکستان جایگیرند. دوم مرحله این کارهای برفچینی به اصول پیاده می‌باشد که در حوزه‌های کلیدی جمهوری تاجیکستان نیز کارها برآمده می شود و همه معلوماتی به دست آمده این کارها در دامه ماه ینور، فوریه و مارس نیز برآمده شد. موارد به دست آمده در برابر پیشگویی کردن روندهای ترمافورایی برای پیشگویی کردن آبنوکی سطح آب دریاها در دوره موسمی نیز خدمت می‌کند که اشکالی که می‌دونیم دیگر سمت‌های به جمهوری مهم یعنی سمت گیدو انرژتیک و کشاورزی نیز از این معلومات ما وابستگی مهم داشته از این معلومات ما استفاده بری می‌کنند. این چنین کاری مهمی که واسطه با مانیتورینگ ذخیره برف می‌باشد این مشاهده‌های ارزیابی می‌باشد که در اول ماه اپریل از طرف متخصصان مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی و یک قطار ساختارهای دولتی که وزارت دارایی داخل دارند ما این کارها برآمدیم. یعنی در رفت مشاهده ارزیابی ذخیره برف در حدود جمهوری تاجیکستان در منطقه‌های بلندکوی جمهوری تاجیکستان نیز مانیتورینگ زنده شد، معاین گردید و برای پیشگویی کردن سطح آب دریا در دوره موسمی و برای براه ماندن فعالیت بعدینه ساحه گیدروانرژی و کشاورزی نیز عملی گردید. در سال جاری ذخیره‌ها نشان دادند که نسبت مشاهده‌های بسیار یعنی نسبت معیارهای بسیار ساله ذخیره برف در حدود معیار به قید گرفته شد. در بعضی مناطق در بعضی حوزه‌های بودند که حتی از معیار کم هم باشد زیاد به قید گرفته شد. در تمام منطقه جمهوری تاجیکستان زیاد گفتن که کمتر درست نمیاد برای اینکه در یک قطار حوزه‌های کلیدی بسیارتر در حوزه دریای بخش نیز این کار رو برام میمونه زیرا کیس‌های اساسی در کشور جای گرفته یعنی روغن و نارک و بعد پوین میرفتگی همه در این حوزه قرار دارند. یکی از روندهای مهمی تاثیر تغییریابی اقلیم به ذخیره‌های آبی می‌باشد که اگر که پیرخ‌ها آب نشوند خشکسالی به میان میاد. آب نشود حیات نمیشود. پیرخ‌ها باید آب شوند. مسئله که تمام جهان را نگران کرده است این معیاری که هست زیاد شده است. یعنی روند تاثیر تغییریابی اقلیم خوب مشاهده کرده شده خصوصا به پیرخ‌های جمهوری تاجیکستان که تاثیر تغییریابی اقلیم خوب به چشم می‌رسد. خیلی که از معلومات‌های اکولوژی که ما از دوره دانشجویی تا این جانب بر اسکوت کردیم تاثیر پرتوهایی که به هوای اتمسفری پرتافته می شود
قریب 70-75% این پرتوها از طرف خود طبیعت، یعنی اخراج ولکان ها که سال تا سال ما می‌بینیم که هر سال یک ولکان نو نیز خروج در کره زمین اخراج از باتلاق‌زارها شده است. اما در برابر این تاثیر انسان نیز دیده می‌شود که 20-25% است که فقط تاثیر آنتروپوگنی، این کار و فعالیت کردن زوادها و فابریکاهای زیادی که در کره زمین هستند از اینها میباشه. اما با این مثال بیا آورد که گویم که همه تاثیری که رسیده شده است به ذخیره آبی تنها خود طبیعت است، این خیلی گفته هم نمیتونیم، زیرا تاثیر انسان نیز دیده میشه. باید گفت که در سالهای اخیر نیز این روند زیاد شده است، این فعالیت انسان هم نیز زیاد شده است. کارشناسان در موضوع تغییریابی اقلیم بر آن نظرند که این روند در سراسر جهان بر اعلا مشاهده می شود و نگران کننده است. طبق ارزیابی عالمان و محققان، بیشتری آبهای تازه آشامیدنی محض از پیریخ‌ها وابستگی دارد و نصف زیادی کشورها را تشکیل می دهد که در این زمینه آنها به یک چند شاخاب تشکیل شده آهسته آهسته به نصفشوی آمده می رسند. مسئله نگران کننده دیگر در سمت تغییریابی اقلیم و آبشوی با سرعت پیریخ‌ها این تأثیر انسانیت و از جانب آدمان می باشد که اکثر وقت ما شاهد غلیظ گردانیدن هوای اتمسفری می شویم. شنوندگان گرامی، وابسته به این پهلوی موضوع صحبت مفصل داشتیم با کارشناس مسائل اکولوژی حسن عصایف که فیشورده آن را به سمع شما می رسانیم. خیلی که ما امروز میدونیم اقلیم با سرعت تغییر یافته ایستاده است و در همین روند بعضا حالت‌ها ما شاهد می‌گردیم که انسانیت نیست به تغییریابی اقلیم تاثیر خود را می‌گذارد. در این موضوع صحبت می‌کنیم. تشکر به سوال دادتون. پیش از که در اطراف این موضوع حرف زنیم، یک نقطه قابل ذکر است که در بین علمان و کارشناسان اوید بر روندهای تغییریابی اقلیم یگانگی نقطه نظر دیده نمی‌شود. یک گروه علمان و کارشناسان بر آن نظرند که روندهای تغییریابی اقلیم خاراکتر دوری دارد. چنین تمایل پسشوی بلندشوی حرارت در کره ارض بعد چندین دهه باز تکرار می‌شود. گروه دیگری علمان بر آن نظرند که روندهای تغییریابی اقلیم با فعالیت انسان و پیشامدهای این متخن در سالات وابستگی دارد. علمان این گروه اندیشه‌شان چنین توقع می‌دهند که در قیاس 150 سال پیش حرارت در کره ارض از حساب جدا شدن گاز کربن در اتمسفر اندازه 1.2 گرادوس در بعضی از این بلندتر نشان داده شده است. یعنی از این می‌بارد که همین روندهای تغییریابی اقلیم که امروز ما با استراحت می‌دیم با فعالیت خود انسان وابسته است و اون پیشامدهای این متخ که در استثمار به دست آورد در نوبت خود تاثیر زیست نه تنها به طبیعت و خود انسان نیز آورده رسانده شده است. طبقه برای اندیشه آن است که امروز در بین مردم کسل‌های گوناگون پنهان شدند که از روندهای تغییریابی اقلیم وابستگی دارد. بعضی علمان و کارشناسان همین روندهای تغییریابی اقلیم رو به حرکت‌های تکتونیکی زمین وابسته می‌کنند. یعنی در وقتی که در کره ارض در این یا اون نقطه زمین جنبی به وجود میاد، حرارت در کره ارض 1.2 گرادوس بالا میشه. عموما باز گروه علمان هستند که میگن که خشکشوی بحر ارال باعث روندهای تغییریابی اقلیم گشته است. آنها چنین اندیشه پیشران می‌نمایند که این گسترش یابی سوی کشاورزی از بس که آبها در زمینه کشاورزی استفاده شدن بحر عرق رو شد، این عامل سبب تغییریابی اقلیم گشت. یعنی در بین این نقطه نظرها علما وابسته به این مسائل نقطه نظرها گوناگونند، بنابر ما رو لازم میاد که بیشتر با اون ارزش‌هایی که خاصیت اکادمی دارند تکیه نموده اندیشه بیاننامه که با تفکر جدید اساس گذاشته تواند. از بس که در شرایط حاضر تمام علمای سطح جهان بیشترشان روندهای تغییریابی اقلیم رو با پیشامدهای علمی وابسته می‌نمایند، ما از همین نقطه نظر خود روندهای تغییریابی اقلیم رو تحلیل تحقیق نموده استفاده. این فرضی است که اساسی واقعی دارد. من با اون نقطه نظر هستم که انسان در طبیعت نه شاه است نه گدا، بلکه یک جزء طبیعت بوده طبق قانون‌های طبیعت زندگی میکنه. هیچ وقت انسان درباره طبیعت حکمرانی کردن نمیتونه. در برابر این گفتنم که طبیعت زبان نداره، طبیعت قصصگیر است. یعنی از این نقطه نظر ما از اون عبارت است ما باید تمام آموزش خود رو با درک قانونیت‌های طبیعت روانه نماییم. چون که امروز وقتی که ما مثلا در مقیاس تویستان بگیم
اقلیم حرارت در تویستون ما دوام 100 ساله اخیر اندازه در بعضی ادبیات 0.7 در بعضی ادبیات 1 در بعضی ادبیات 1 درجه بلند شده است. یعنی ببین که لیکن در برابر این فرضیه باز فرضی دیگه موجود است که یک علم جوان تحقیقات بود مشاهده سنسوی متر اوباسنجی حوزه دریای 5 رو که میان کرد که در حوزه دریای 5 تا 60 سال اخیر حرارت به اندازه 0.3 درجه بلند شده. یعنی ببینید نقطه و نظرها گوناگونند لیکن در کدام شکل ضرورت اونها از اون باشند که ما در روندهای تغییرآبی اقلیم عمر بسته میبریم. امروز پنجشوی علم نباتات و حیوانات با طور ورتیکالی به نظر میرسد. اینجا نشان دادهای علومان انستیتوی بیولوژی پامیر خیلی نظرس است. پیش پرنده‌ای که در تعداد زندگی میکنند ببینید که با 1 درجه اریال خود رو باز با منطقه میونکو روانه کردند. ببینید که این از روندهای تغییرآبی اقلیم شباهت می‌دهد. یا اینکه در نتیجه علوم معین بودند که امروز تاثیر روندهای تغییرآبی اقلیم بر رشد ساحه کشاورزی مانع‌های زیادی ایجاد نموده است. طبقاً برای این اندیشه اون است که خود علومان حساب کردند که تا سالهای 30 شاید تاثیر روندهای تغییرآبی اقلیم بر ساحه گندم‌پروری که ما از قزاقستان گندم بگیریم تا 20% حاصلنوکی پس شود. همین دلیل تا سالهای 50 شاید تا 50% رسد. یعنی این ببین پس شوی حاصلنوکی به سطح اجتماعی اولی تاثیر می‌رسد. ما همین رو میتونیم هم در مثال گینوفوند ببینیم که مثال پیش یک مثال اودیت میگم برای درک واقعیت. مثال پیش اگر در یک دهه 1-2 کس کسلی بیماری سرطان میشد امروز برای ما بیماری دیل سرطان و دیگر بیماری‌ها یک بیماری معمول شده است. همه این از اون شده که بعضی اقلیمی سیاره که پر پیشتاب گشته است بنابر بیماری گوناگون واسه 5 شده استودند. این از این نقطه نظر است که ما باید با تحقیق پروبلم‌های اکولوژیک شون توجه خاص کنیم. تو اگر پروبلم و اکولوژیک شون رو به طور جزئی تحقیق نمونیم ما با اکثر معماهای روندهای تغییرآبی اقلیم جواب داده نمیتونیم. دلیل برای این اندیشه است که تاجیکستان از جهت پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای در جهان 135 رو اشغال می‌کند. ببین سهم تاجیکستان در روندهای پرتاب‌های گاز گلخانه‌ای در مقیاس نوچیز است. لیکن پیوسته به ما تاکید می‌نماید که تاجیکستان و قرغیزستان در روندهای تغییرآبی اقلیم آسیب پذیرند. اگر چرا ما آسیب پذیریم؟ تا اگر همین اندیشه رو از نگاه علمی با دلایل مختلف ثابت نماییم ما با اکثر معما مشکلات روندهای تغییرآبی اقلیمی جواب دادن نمیتونیم. خوشبختانه سرور دولتمون چنین معما و مشکلات در سطح منطقوی در سطح مضافاتی منطقه‌ای و گلوبالی به نظر گرفته. بار نخست در تاجیکستان انستیتوت مسئله‌های آب گیرنگی است که به اکولوژی همزمان مرکز یخشناسی در نزد اکادمی تأسیس شد. این چنین انستیتوت خوجگی جنگل تشکیل نمود و ده دیگر مؤسسه علمی رو بگیم که با همین خاطر تأسیس نمود که تا اینکه علمان بیشتر با آموزش طبیعت تاجیکستان شروع نمودند اون معما مشکلاتی که در آینده ما رو تاثیر مفصل پیشگویی نمایند. این نقطه نظر است که از این لحاظ وظیفه اصلی علوم کارشناسان وابسته به زمان یعنی خصوصا در مسائل اکولوژی وابسته به روندهای تغییرآبی اقلیم بهای واقعی دادن و به این وسیله بلند برداشتن سطح معرفتی اکولوژی باشد. همزمان اگر داشته باشید حکومت جمهوری تاجیکستان 3 برنامه دولتی معرفتی اکولوژی قبول نمود. همین مقصد همین برنامه دارن است که میگم ما بر روندهای تغییرآبی اقلیمی که در شورای وزرا با قوم‌های است در این برو علومان از سطح جهانی حرف میزنن ما مقابل برآمده نمیتونیم. وظیفه ما دریافت اصولهای مطابق شوی با آن باشه. خوشبختانه علومان انستیتوت اکادمی ملی اکادمی علمی کشاورزی امروز با آفرینش اون نوع نمونه‌های پژوهش تحقیقات گذرانده شدند که وابسته به روندهای تغییرآبی اقلیم تمام حاصل دلخوریت. یعنی با این وسیله ما میتونیم امنیت عضو قواره کشوران رو تامین نماییم. اکثر حالت‌ها مشاهده می‌کنیم که انسانیت بر طبیعت تاثیر می‌گذارد. مخصوصاً کدام تاثیرها رو می‌گذارد و انسان‌ها باید چگونه خودداری نمایند از تاثیر بد گذاشتن به طبیعت؟ یک نقطه نظر است که از اون روزی که انسان در روی زمین پیدا شد تاثیر زیست انسان از وجود نمود. از همون روز شد. و تاثیر زیست انسان این پیش از همه مثلا در رشد ساحه کشاورزی بینیم. یک دلیل عجیب تا دوره تأسیس حکومت شوروی در تاجیکستان مقدار زمین‌های کشاورزی تاجیکستان
20000 گیتار تشکیل میداد. حوض ما مقدار زمین‌های آبی کشور ما به 750000 گیتار رسیده است. چند برابر. یعنی آسود کنی زمین‌های نو از یک طرف باعث تنزلیابی نه تنها زمین‌ها گردید، دیگراداسیون زمین، تنزلیابی زمین‌ها گردید. اینچنین عامل نشوی گنوفوندی محلی گشت. دویم مسئله استفاده برزیادی ماده‌های کیمیایی در ساحه کشاورزی. پیوسته ما در اطراف این مسئله حرف میزنیم. انسان در روند استفاده برزیادی ماده‌های کیمیایی در ساحه کشاورزی با مشکلات زیادی بیماری‌های گوناگون دچار گردید. در درجه علوم اصول مبارزه بیولوژی رو کار کرده برآمده. یک درجه کم نمودن تاثیر انسان به طبیعت. سوم رشد ساحه کشاورزی در درجه تکنیک پخته به دست آورده میشود. یعنی ببینید که چقدر تکنولوژی زمان رشد یافته است. یعنی ما همون تکنیک و تکنولوژی رو باید استفاده کنیم وابسته به موقعیت به طبیعت کشورمون کمتر تاثیر رسونه. یعنی علوم در دوره شوروی وابسته به موقع جغرافیایی کشورستان با علوم سطح شورای پیشنهادی تکنیک آفرینی در منطقه کوهی توانند هم اون رو از خود کنند هم تاثیرش به طبیعت کمتر باشه. یک نکته باید باشد که ما باید هیچ وقت از استفاده پیشامدهای علم و تکنیک در استفاده بخصوص دست نکشیم، بلکه وابسته به زمان به تشکل دادن معرفت اکولوژی توجه ظاهر نماییم. چون که آدمان توانند در رشد همارزه در کاربردشون به حل مسئله اکولوژی توجه ظاهر نمایند. این یک دلیل دیگر میارم. امروز اگر ببینیم که در توسط ما در دوره شوروی چندین کارخانه‌ها ساخته شد. رشد اقتصادیات باعث بلند برداشتن سطح اجتماعی جامعه می‌گردد. سطح اجتماعی جامعه شد همون قدر اهالی به حل مسائل اکولوژی توجه ظاهر می‌نماید. برای همین من به اون نقطه نظر هستم که امروز درجه رشد علم تکنیک، مدرنیزاسیون استثمارات، گسترش یابی ساحه مختلف اقتصادیات، تاثیر انسان به طبیعت نه تنها در تمام کره ارض دو چند مراتب زیاد شده است. از این لحاظ وظیفه اصلی برنامه بین‌المللی در سطح بین‌المللی منطقوی یا مضافاتی تعیین کرده می‌شود دریافتی حس کردن شدت تاثیر انسان به طبیعت میباشد. خب در شرایط امروزه ساکنان تاجیکستان، اهالی تاجیکستان رو چی میباید که هرچی کمتر تاثیر خود رو گذارند؟ اگر به این سوال شما با یک پهلو جواب دادن نمیتونید. وقتی ما درباره پهلو میگیم چی باید کرد، یکم بایدش فقط بلند برداشتن معرفت اکولوژی. دیم ما پیوسته میگیم از استفاده نیروهای شیمیایی میتوانیم حاصل نوکی رو بلند برداریم. لیکن تحلیل علمی دوره شوروی بگیم برای نظر که اگر رسانه در جریان فتوسنتز 0.01% رو استفاده میبرد. اگر ما تونیم در رسانه نوای آفریم که سرعت استفاده نیروی آفتاب در اونها با 0.03% حاصل نوکی به 60-70 سانتی متر میرسد به استفاده ماده کیمیایی. لیکن این مسئله است که اون رو ما در روز حل پاس کرده نمیتونیم. علوم تحقیق بردیستن در سطح جهانی. دویم مسئله که ما وقتی میگیم چی باید کرد این وابسته است باز تکرار میکنم به سطح معرفت اهالی. ما چقدر که اگر با تشکلیابی معرفت جامعه خیش دقت دیم همون قدر تاثیرش انسان به طبیعت کمتر احساس میکرد. چند پیش یک کتاب رو خوندگی بودن اگر جامعه ما بیشتر از 10% شخصیت‌های باشن که در اطراف خود روی آدم رو جمع کند و به نتیجه نظر است میگن هم شخصیت باشه بیشتر از 10% شخصیت‌های اهالی میتونه 80% اهالی رو در اطراف خود متحد نموده برای آبادی روزگار و برای پیشبرد زندگی آن رو هدایت نماید. یعنی امروز وقتی اون رسیده است که ما با ترغیب ارزش‌های خالص اکادمی توجه ظاهر نماییم یا با ترغیب ارزش‌های علمی در استثمارات توجه نماییم و هر یک شهروند داند که استفاده برای فرض کنید در سوی کشور اگراری 70% اهالی در سوی اگراری بند است. یعنی باید هر یک شهروند داند که کدام نوع نمو رو در سوی کشاورزی استفاده برای حاصل دلخواه میگیرد. این یک مسئله است. دوم در سوی چی امروز بیماری گوناگون عرض گرفتن باید ما برنامه‌های مخصوص داشته باشیم که در سطح فرهنگیمون که توانیم در ارتباط با اونها هم سطح فرهنگی جامعه رو بلند برداریم هم اون معما مشکل در کشور ما هست انعکاس خود رو یابد. مثال یک نقطه نظر است که ما امروز پیوسته حرف میزنیم لیکن ما نمیتونیم از رشد علمی تکنیک دست کشیم. یک مثال اودید اگر سال 1958 خطا نکنم در تاجیکستان 1 میلیارد کیلووات ساعت انرژی استفاده کرده میشد. امروز همه روزه در کشور ما 21 میلیارد کیلووات ساعت انرژی استفاده کرده میشه. ببینید که در دوام همین سال ما با کدام نتیجه نظر است روی کردیم. رشد انرژیک کفالتی رشد استواری کشورمون باشه. یعنی ببینید که تنها در نتیجه تشکل دادن امروز جوانات میخوان در سایه انرژیک کار کنن. ببینید پس با تشکل یابی معرفت
صحت اهالیمون توجه خاص است نماییم. تنها در این مورد ما میتونیم یک ذره ظرفیت اکولوژی رو پیشگیری نماییم. همزمان یک نقطه نظر است که برای ترقی شما اکثر علمون پس کنیم مسئله کبودزورکنی پیوسته حرف میزنیم. ببینید که حکومت تمام تدبیرها رو اندیشیده است که همه سالا کبودزورکنی در سطح بلند قرار شود. لیکن بعضی همین زحمت‌های حکومت جمهوری اسلامی ما نتیجه نظرش نگشته. میبینید همه سالا چندین هزار نر درخت‌های ما خوش رفته است. برای که ما نتوانیم حسیات آن رو به همون بیدار نماییم که در کبودزورکنی نتوان در شنوندن نیاز بلکه در نگاهداشت آنها حسای خود رو بگذارد. برای یک چیزی اودیت میگم توریستان گنجی نکشوده است. طبیعت توریستان گنجی نکشوده است. طول اسرار آن رو هیچ قدر کردنی نیست. یک مثال اودیت میگم که رشد ساحه گنگیت که ما پیوسته درباره ساحه رشد سوی حرف میزنیم. برای اون که ما حسیات خود برای طبیعت بیدار کنیم باید مردم ما سیاحت داخلی رو در کشور رواج دهیم. بعد تمام مناطق کشور رفته ببینن که همون وضعیت چه است. تنها در نسبت دونستن طبیعت خود ما میتونیم که حسیات نه تنها با معرفت کنیم با حسیات آنها رو به وطن دوستی جلب آبادی وطن جلب نماییم. از این نقطه نظر رو میتونیم که برای همین وقت سخن درباره چی باید کرد ما از تکنولوژی موثر دست کشیدن نمیتونیم. تنها با توفیق بلند برداشتن سطح معرفت علمی نسنر است میتونیم این مشکل در کشورمون برطرف سازیم. سلامت باشید. سامیان گرامی، یادآور می‌شویم که همصحبت ما کارشناس مسائل اکولوژی حسن اسویف بودند که اطراف تغییریابی اقلیم، آبشوی با سرعت پیریخ‌ها و تأثیر انسانیت به طبیعت با ما صحبت نمودند. باعث افتخار ما است که در بمیان آمدن چنین مشکلات سطح جهانی حکومت جمهوری تاجیکستان کوشش دارد که در همکاری با کشورهای خارج تا اندازه باشد سد راه تغییریابی اقلیم را بگیرد. از این رو ما ساکنان کره زمین را نیز ضرورت به میان می آید که بهر حفظ فضای اتمسفری و تازه نگاه داشتن هر یک پارچه زمین با مسئولیت باشیم و در این سمت سهم ارزنده خود را گذاریم. شنوندگان عزیز، اینجا برنامه میزان اندیشه به فرجا می رسد. در بند و بست برنامه پی خدمت شما بودیم. محرر و مسئول من زیورشاه اکتمشاه، کارگردان موجیگل یوسفووا. با برنامه های رادیوی دوست داشتنی خویش رادیوی فرهنگ باشید.